برای حجم رقم هایی که در روی اکران میبینین شهر سن پترزبورگ متروپولتن میتونین که انشاءالله زنگ بزنین، هم شهر مسکو هم شهر سن پترزبورگ. سلام علیکم دوستان عزیز. الله سبحانه و تعالی یگان کسی ما و شما را به این بیماری دوچار نکنه. بعضی جوان مردان ما به مثل سبحان الله زن شیدگی هستند و بعضی زن ها به مثل مرد شیدگی هستند. ماشاءالله برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی شما را در قرآن مردهای به قوت می نماید. یعنی ذکر میکنه در قرآن الرجال قوامون علی النساء. خداوند مردها را به قوتتر گردانده است نسبت زنها. یعنی بسیاری بعضی برادرها هستند که زنگ میزنن ما را گرمی که با فلان دختر تو اینکه اون دختر ما را نغز بینه. نعوذ بالله. یعنی از آنی که شما پیش ساحرا میرین الحمدلله که ما عاید به این کار نیستیم. مطلب ما چیه که تو اینکه شما همین کارا رو نکنین، پیش اون ساحرای بدبخت ظالمای کافرا نرین. هر چیزی که هست از الله طلب کنین که الله برای شما بهتر و خوبتر و افضلترش برای شما نصیب بگردانه. گرمی در اسلام نیست. الله میگه و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. هر وقتا که بندگان من از من سوال میکنن، از من طلب میکنن، ما با آنها قریب هستم. از الله سبحانه و تعالی طلب کنین تا اینکه براتون بهترین زنی صالحه را نصیب بگردانه، تا اینکه اونها با شما را فرزندهای صالح و صالحه به دنیا بیارن، تا اینکه اونها پیروی گفته خدا و رسول خدا باشن، یعنی صالح سالم باشن. جوانانی که بدبخترین جوانی که گرمی میکنه، اونها گرمی نمیکنن، اونها سلامتی این خواهر در خطر میارن. یعنی وقتی که سحر و جادو میکنن، یعنی یکمش که سحر و جادو را که میخروزن با اون خوب نمیشه، مکسیموم شوه یا نیم با بدتر حالش بدتر میشه، یعنی سلامتیش بین میره. جن ها ضرر رساندن از سر میکنن. اگر جن مرد داخل بدنی او شوه با اون عشق و محبت مینه، جن ولبلان نمیشه، جن عاشق در بدن عشق و محبت مینه، او را تجربه میکنه، تنها میمونه. از همون خاطر حرکت کنین، به خاطر الله از الله سبحانه و تعالی طلب کنین. شب نیمه شبه هفته سیم اشون قاری دایره و منکر چی گفتنی هستم که هر چیزی که میخواین از الله طلب کنین. گرمی پیش اون ساحرا، پیش اون بدبختای جادوگرا نرین، از الله طلب کنین. خداوند هر یک کدوم ما و شما رو نگهبان باشه. بعضیاش کارخونه‌مون میگم در گرمی و دیگه کارا کنین، اینا در اسلام نیستن. هر انسانی که پیش فالبین میروه، هر انسانی که پیش جادوگر میروه، هر انسانی پیش انسانایی که میروان کتاب میکشاین دیگه و قور بالا میکنن، اونها ای اسلام نیستن. هر انسانی پیش فالبین جادوگر دیگه و دیگه بروه، نعوذ بالله، اسلام خارج میشه. از همون خاطر پیش اونها نرین، از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.